حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه نو قصد دارد صدها نفر زن و کودکی را که از سوریه آورده است به زندگی عادی برگرداند. گروهی از شهروندان کشور را که شاهد جنگ و خونریزی و یا مغزشویی و افراطی شدند. برنامه مخصوص چند پیش تصویب شد و همکارم میرزانبی خالقزاد که موضوع را پیگیری کرد در استودیو با ماست. میرزانبی سلام. خوب جزئیات برنامه چی است؟ درود مومین. سلام به بینندگان گرامی. این حجت رسما برنامه برقرارسازی به حیات مقرری مطابق نمودن و به جای کار و تحصیل تامین نمودن زنان و کودکان از منطقه‌های عملیات‌های جنگی برگردانیده شده برای سالهای 2023-2027 نام دارد. عملکردهای دولت را در این بابت فرا می‌گیرد. برنامه آخر ماه سپتامبر قبول شد و چند پیش نسخه آن به دست ما هم رسید. و مهمترین نکته آن اصلاح کردن یا صحیح‌ترش از بین بردن عقاید افراطی برخی از زنان و کودکان است، ولی همچنین یاری‌های طبی و روانی و کمک برای یافتن کسب و کار را هم در بر می‌گیرد. زبان و بیان برنامه نشان می‌دهد که حکومت باور ندارد به نظارت و تربیت درازمدت تغییر دادن نظری یک قسم این زنان و نورسان ممکن خواهد بود. بر اساس این سند دولتی قبل از دادن کودکان به نزدیکانشان سالمی عائله و سطح خرافات پرستی آنها باید سنجیده شود. کودکانی که در تاجیکستان خویشاوند ندارند در مکتب‌های مخصوص جای داده شدند و وابسته به این برنامه همچنین آمده است مقامات مسئول باید بکوشند تا از تبعیض به زنان و کودکان برگشته در جایهای استقامت و مؤسسه‌های تعلیمی پیشگیری شود. میرزانبی اجرای این برنامه در عمل چگونه پیش بینی می شود؟ بر پای این سند کارمندان خدمات امنیتی، روانشناسان، روحانیان و مشاوران از خدمات اجتماعی با زنان و کودکان از سوریه و عراق بازگشته کار میکنند. بنابر نقشه هر روزه به این گروه زنان و کودکان درس خویشتن‌شناسی، موسیقی، ادبیات بدیعی و زبان دولتی میآموزند و به آنها یاری روانی میرسانند. نمایندگان دادستانی، کمیته‌های دین، جوانان، کار با زنان و عائله، دانشکده اسلامی و با این گروه کودکان و زنان کار میکنند. تا پایان برنامه بازگشتشان در مؤسسه‌های دولتی عمدتاً آسایشگاه‌ها نگاه داشته می‌شوند، یعنی عملاً آزاد نیستند. و سوالی آخرین تا مسئله برای بینندگان عزیز پورا روشن شود، میرزانبی بیان داریم که سخن از چی تعداد زنان و کودکان می‌رود؟ ببینید تا حالا یعنی از سال 2019 تا امروز 334 زن، نورس و کودکان از منطقه‌های جنگ زده سوریه و عراق به تاجیکستان برگردانیده شدند. این هم گفته می شود که اکثریت آنها به واسطه در جنگ‌ها شرکت نکرده همراه با شوهر و پدرشان که به گروه وحشت افکن دولت اسلامی پیوستند به سوریه و عراق رفته بودند و هنوز هم شمار از آنها در اردوگاه‌های سوریه و زندان‌های عراق نگهداری می‌شوند. این است. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد صحبت میکرد و درباره برنامه نوی تاجیکستان در رابطه با زنان و کودکانی که از عراق و سوریه به تاجیکستان آورده شدند.